یکی از دغدغه هایی که اکثری از بچه ها برش روبرو هستند این است که چی زمان ما سیف سود کنیم یا چی زمان اما مفاد خود از بازار بگیریم یا به اصطلاح عام تک پروفیت کنیم و چی زمان استاپ لاس بگذاریم. اکثر از عزیزا برای ما مسیج میگذارن و میپرسن که استاد در کدام قیمت باید امی ارز را که مثال سیگنال شبشان میتیم در کانال میگن در کدام قیمت بفروشیم یا کدام قیمت بفروشیم کدام قیمت استاپ بگذاریم. خواستیم که یک ویدیو براتون بسازم و نظر به تقاضاهای خیلی از عزیزا که گفتن که ویدیو بساز این هم یکی از ویدیو به خاطر نقطه ورود و نقطه خروج یا تک پروفیت یا استاپ لاس از پوزیشن. میخوایم دی ویدیو براتون به شکل پروفشنال اما به زبان ساده براتون بفهمانم که به ساده ترین شکل ممکن یاد بگیرین که وقتی که وارد یک پوزیشن شدین و او پوزیشن چی زمانه برش استاپ لاس بگذارین و چی زمانه تک پروفیت بگذارین و از پوزیشن خارج شوین در هر دو صورت یا مفاد بگیرین از پوزیشن خارج شوین یا ای که ضررتان منیج کنین از پوزیشن خارج شوین. امروز درباره از این صحبت میکنیم. خب آمدیم به صرافی بایننس و روی ارز LDO هستیم. میخوایم در قدم اول براتون نشان بدم که ما چگونه سیگنال ارز LDO را پیدا کردم و همچنان بر شما نشر کردم. شما هم در فایده هستین و خودم هم یک مقدار خریداری کردیم و فعلا وقت از این است که آهسته آهسته تک پروفیت کنیم و میخوایم هم تحلیل کنیم ارز LDO را و همچنان نقاط حمایت و مقاومتش هم پیدا کنیم. تک پروفیت استاپ لاس هم میخوایم پیدا کنیم و میخوایم به شکل پروفشنال و مسلکی تک پروفیت و استاپ لاس براتون آموزش بدم و به شکل و زبان ساده براتون میخوایم این آموزش ارائه کنم که ذهن نشین تمامتون شوه و یک چیز یاد بگیرین و این مشکلتون که در قسمت تک پروفیت است این حل شوه. خب در قدم اول وقتی که ما آمدیم به صرافی بایننس چند روز قبل و به این شکل ما دوست دارم که یک نقطه مقاومتی بکشم برای خود ارز LDO و ایرم رنگشم سبز میکنم و همچنان یک نقطه حمایتی در قسمت رنگشم سرخ میکنم. خب اول کوتاه یک تشریح کنم. خط سرخ رنگ به او خط گفته میشه یا خط حمایتی به او خط گفته میشه که نگذاره قیمت از ورز دیگه از او قیمت پایین تر شوه. دی قسمت حمایتش کرده دی قسمت حمایتش کرده و دی قسمت هم حمایتش کرده نگذاشته که قیمت پایین بره. یعنی به این معنا که خط حمایتی عبارت از خطی است که نمیگذاره که قیمت نسبت به او خط دیگه هم پایین تر شوه یا یک نقطه حساس است برای خریدارا و کوشش میکنن که در این نقاط دیگه نگذارن که قیمت از او کده پایین تر شوه. دی قسمت و دی قسمت سه قسمت که است که ما دی خط حمایتی داریم یا خط حمایتی یا سه نقطه حمایتی داریم که نگذاشته که قیمت از اون نقطه پایین تر شوه و اینجا یک خط مقاومتی برش داریم. خط مقاومتی عبارت از خطی است که نمیگذاره قیمت از ورز بیشتر شوه یا دی قیمت دی خط فروشنده ها کوشش میکنن که به فروش برسانن. دی قسمت یک فروش داشتیم نزول قیمتی دی قسمت یک فروش داشتیم نزول قیمتی و همچنان دی قسمت یک نزول قیمتی را داشتیم یک فروش داشتیم که یک نزول قیمتی تشکیل شد یا شکل گرفت. خلاصه خط مقاومتی عبارت از خطی است که نمیگذاره قیمت بالا بره و خط حمایتی عبارت از خطی است که نمیگذاره قیمت پایین شوه. خب دو روز قبل ما دی قسمت ها بودم دیدیم که یک وضعیت خوب خرید ارز LDO است. اگر در تایم فریم 4 ساعته بریم ببینیم به شکل خیلی مقبول میتونیم که یک خط حمایتی دیگه هم ایجا و همچنان یک خط مقاومتی بعدی هم میتونیم که به این شکل رسم کنیم. خب یک کانال عمومی شد دوستا. این من رنگش آبی کنم به این شکل که یک تفکیکی هم شوه و در ضمنش که رنگش آبی میکنم و خطایش هم دوست دارم که یک کمک ضخامتش هم کمتر کنم. خب تایم فریم هم یک روزه میکنم
دوستای عزیز، خط حمایتی عمومی به رنگ سرخ، خط مقاومتی عمومی به رنگ سبز. همچنان در داخل خود کانال را تشکیل دادنی که در داخل خود کانال که میبینید به خط آبی یک نقطه ورود برما دادن. یعنی یک کانال عمومی داریم که روند عمومی که امو عرض را بر ما نشان میده. و همچنان در داخل کانال چی زمان ورود و خروج میکنیم، این میتونیم که در داخل کانال به نقاط حمایت و مقاومت رسم کنیم و پیداش کنیم. دی قیمت ها بودیم که نزدیکای قیمت های چند بود؟ 1.3 و 4 بود فکر کنم. یعنی درست امی قیمت ها بود که ما خواستم که یک سیگنال خرید بر LDU بودم. فهمیدم که قسمت اگه بشکرانه با یک تهدید بزرگ به خط مقاومتی عمومی است که ایرم امکان داره که بشکنانه. قسمی که میبینه دی قیمت ها ایرم شکستانده و امکان داره که قیمت از یم کده بیشتر شود. یعنی خلاصه پیدا کردیم که چگونه خط مقاومتی عمومی و خط حمایتی مقاومتی را پیدا کردیم که عموما یک کانال عمومی را تشکیل داده که در بین از کانال ما تحلیل کردیم و نقطه ورود خود به سیگنال ارز LDU پیدا کردیم و قسمی که میبینین دی قسمت خریداری هم کردیم ارز LDU را. خب فعلا دغدغه ما و هدف از ویدیو ساختن ما می است که بعد از این کارهایی که کردیم فعلا در کدام نقطه ما استاپ لاس بگذاریم، در کدام نقطه تک پروفیت بگذاریم و چگونه پوزیشن خود منیج کنیم. خب خریداری خود کردیم. قسمی که میبینین خط مقاومتی عمومی هم شکسته و امکان داره قیمت بالا بره. ما به شکل یک چارتک رسم میکنم. یعنی من دوست دارم که قیمت هم تو بره بالا با این تا سقف قیمتی را. اما یک مسئله اساسی این خب ما تو خیالی رسم کردم، اما حالا میخوایم براتون بسیار به شکل ساده و آسان بفهمانم که در کدام قیمت ها وقتی که قیمت ارز LDU رسید تک پروفیت کنیم یا فایده خود از او پوزیشن کسب کنیم. میریم به گذشته بازار دوستا. در گذشته بازار میریم میبینیم که در کدام قیمت ها واکنش نشان داده. وقتی که یک خط میجه رسم بکنم ببینید دوستا بسیار ساده است، هیچ کدام جای تشویش نگرانی نیست. وقتی که چی بینیم دی قیمت رسیده حمایت شده بالاخره مقاومت حمایت شکسته و پایین رفته. یک خط اساسی ماهی شد، یک خط دیگه هم میکشیم، یعنی همون گریگکار رو پیدا میکنیم. گریگکار رو پایین پیدا میکنیم که از اون نقطه دیگه بالاخره از اون نقطه ارز واکنش نشان داده در اون نقطه و فکر کنم اشتباه درست شدی. یک خط مقاومتی دیگه هم رسم میکنم در این قسمت شد و یک خط مقاومتی دیگه هم رسم میکنم در این قسمت. خب خلاصه قسمی که میبینید ما خطوط کشیدیم تمامش خطوطای مقاومتی است که یک گری را داشته. میبینید که جمع واکنش ها را داره. در این قسمت هم در این خط هم واکنش ها وجود است، در این خط هم، یعنی در خط یک واکنش وجود داره. هر خط از خود یک واکنش نشان داده. این قسمت ببینین، این قسمت ارز بالا رفته و پس پایین رفته. خلاصه هر خطوط از که ببینین امکان داره که در آینده روی از این قیمت ها واکنش مثبت یا منفی نشان بده. واکنش مثبت یا منفی نشان بده. و همچنان یک خط دیگه هم من دوست دارم که یا کفایت میکنه. اینجا میتونستیم یک خط کوچک رسم کنیم. در این قسمت میبینین که یک باریش بالا رفته و پایین رفته دوباره. خلاصه خطوط را رسم میکنیم که ارز بالایش واکنش نشان داده شده باشه. قبلا در گذشته بازار اگر ببینیم خطوطی را که من رسم کشیدم، دو خطوط گریکایی است که قیمت یا بالا رفته یا قیمت پایین رفته یا بالا رفته، بالا پایین. خلاصه امی خطوطی را که خطایی را که من کشیدم عبارت از خطایی است که این ارز LDU رویش واکنش نشان داده و این قیمت ها که از قیمت های مهم به ارز LDU است. هر قیمت، مثال قیمت 3.383 یک قیمت که از واکنش برش نشان خود داد. قیمت 2.664 و قیمت 2.198 و 1.745 و قیمت 1.47. این قیمت ها که عبارت از قیمت هایی است که ارز LDU بالایش واکنش نشان داده و امکان داره در این خطوط دوباره واکنش نشان بده. خب ببینیم وقتی که این خط شکسته کوشش میکنه خود در این خط برسانه. وقتی که این خط شکستان کوشش میکنه خود در این خط برسانه. وقتی که این خط شکستان کوشش میکنه خود به این خط برسانه. یعنی چطور؟ یعنی به این شکل.
وقتی که این خط رفت کوش میکنه این خط بشکنه بیا اینجا و دوباره کوش میکنه که بیا اینجا، یا دوباره اینجا شاید پس برگشت کنه اما دوباره پس شاید بشکنه. خلاصه امی خطوطی که هست، امی خطوط بالاخره یک خطوطی هست که برای عرض LDU واکنشی است. یا اینجا مثال پس پایین خط رفت یا پس خط شکستاندش بالاخره اینجا پس تو خط شد یا این خط شد، یک سناریوهای احتمالی به عرض LDU است. خب بالاخره ما باید چی کار کنیم؟ نقاط تک پرافیت یا مفاد برداری از ورزه باید ما روی از این نقاط که هست قبلش بگذاریم. یعنی وقتی که دی نقطه رسید، این نقطه قیمتش چند است؟ قیمت 1.745 است. دی نقطه که رسید یک تک پرافیت کنیم، یعنی در قیمت 1.745 یک تک پرافیت باید داشته باشیم. و دی نقطه بعدی که است نقطه 2.198 است. دی نقطه یک نقطه تک پرافیت باید بگذاریم و دی نقطه. یعنی این خطوطی را که ما کشیدیم عبارت از همون خطوطی است که احتمال داره که ارز LDU برش واکنش نشان بده یا قیمت برگشت کنه. بنابراین قبل از او باید ما تک پرافیت خود انجام بدیم. بسیار منطقی میاد که در قیمت 1.745 یک تک پرافیت بگذاریم و یک مقدار از پوزیشن ارز LDU خارج شه. بخاطر که یک گری است، میبینید اینجا قسمت واکنش حمایت دی قسمت یک واکنش های حمایتایی را که داشته و این را میتونیم که به این قسم پیدا کنیم که ارز LDU امکان داره از این نقطه پایین شوه یا بالا شوه. بنابراین تک پرافیت خود در او ارزا میگذاریم. خب این خود شد، این خود تک پرافیت ما شد. نقاط اینال استاپ لاس خود در کدام نقاط پیدا میکنیم؟ استاپ لاس خود دوستان میبینیم اگر احیانا اگه خط آبی را ما کش کنم به طرف پایین، احیانا اگر قیمت آمد زیر خط آبی، ما دیگه دوست ندارم که ارز LDU را بر خود نگه دارم، یا این ارز کش میکنیم به این شکل. اینم اگر ببینیم این خط، اگه این خط آمد قیمتش زیر از تثبیت داد ما از پوزیشن خارج میشم، یا اگه سرخ رنگ اگه از این که پایین رفت ما دوست دارم از پوزیشن بیرون شم، چرا که امکان داره دیگه بریزه. اما ما دوست دارم که روی ارز LDU باشم و آیسته کم کم دی خطوط از ارز LDU خارج شد. در گذشته بازار میبینیم او خطوطی که یا او قیمتایی که ارز LDU رویش واکنش داشته و قبلا واکنش نشان داده، در او قیمتان نقطه تک پروفیت و استاپ لاس خودم میگذاریم. حالا فعلا هدف تنها هدف تک پروفیت است، بخاطر که فعلا بازار در رشد است و هدفهای بالا را ما برش منتظر هستیم. ما حتی یک مقدار LDU را میگذارم به قیمت 3.383. یعنی ما امو مقدار سبد که خریداری کردیم کوشش میکنم که در 1 2 3 4 مرحله به فروش برسانم و یک مقدارش حتی در قیمت 3.38 دلارم بگذارم که قیمت اگر احیانا در اوج رسید بفروشمش. خب ایشم فهمیدیم، درست ایرم پاک میکنم. یعنی اینال فعلا فقط منتظر میباشیم که دی قیمت آیسته خارج شه. کسایی که بیقرار است و زیاد چی میگن حوصله نداره و زود میخواد به نتیجه برسه، میتونه که در قیمت 1.745 تمام پوزیشن خارج شه و منتظر سیگنال بعدی باشه. اما کسایی که با صبر است میتونه دی خط یک مقدار نگاه کنه و آیسته به فروش برسانه. دیگه میریم بالای ارز FET هم یک نقاط حمایت و مقاومت رسم میکنیم که تا ذهن نشین شوه براتون و دوباره باز ادامه میدیم. خب آمدیم روی ارز FET در صرافی بایننس. در قدم اول میخوایم که به شکل ساده اول کانال عمومی بر ارز FET را براتون رسم کنم. خب یک خط به این شکل، یک خط مقاومتی بر ارز FET و همچنان یک خط حمایتی جا به این شکل بر ارز FET رسم میکنیم. دوست دارم رنگ ازی سرخ باشه مثل همیشه و همچنان خب درست شد. خط حمایتی مقاومتی با مزرعت خط مقاومت میکنه، نمیگذاره که قیمت بالا بره. دی قسمت مقاومت کرده قیمت پایین رفت، مقاومت کرده پایین رفت. دیگه حمایتش کرده خط سرخ رنگ اگه احیانا بشکنه دیگه هم میگیره ز پایین میشه، اما حمایت شده بالا رفته. خب این شد کانال عمومی ما. اینا میریم نقطه ورود خود پیدا میکنیم. من تا این فریم 4 ساعته. بعض از دوستان میگه استاد چگونه تو 200 لورج میکنی؟ ما در این قسمت اگر کانال عمومی رسم کردم، بعد از کانال عمومی میایم کانال 4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه، 15 دقیقه و 5 دقیقه پوزیشن خودم باز میکنم در لورج 200 کایسته ان شاء الله برات آموزش میگذارم.
در تایم فریم 4 ساعته که ببینیم یک نقطه که خیلی خوب میتونه که در این نقطه گرما بته رنگش آبی میکنیم. درست شد؟ با معذرت که باشد. حال درست شد. و همچنان یک خط حمایتی بس رنگ آبی برش رسم میکنیم. دی قسمت بود که ما سیگنال عرض ایفیتی رو براتون گذاشتم و گفتم خریداری کنین. احیانا اگر دی خط رسید، دی خط سبز رنگ رسید تا قیمتای نزدیک ما ببینیم که قیمتش چند میشه. قیمتای نزدیک اگر اینجا بگذاریم تقریبا 1.6 میتونیم که یک نقطه خروج به عرض ایفیتی داشته باشه. و همچنان اگر احیانا قیمت خط مقاومتی رو شکستان و پول بک زد و رفت میخواست بره بالا، باز قیمتای بزرگتر به عرض ایفیتی چگونه پیدا کنیم. در قدم اول خب فهمیدیم اگر قیمت رسید تا می خط سبز رنگ اگر مقاومت کرد از خط سبز رنگ نماندش که دیگه بالا بره تا اینجا، اگر تا این قسمت رسید ده خط میخواست پس پایین بخو برتون در کانال اول میتونم که عرض ایفیتی تا رو بفروشین و منتظر سیگنال بعدی باشین. اگر احیانا ایره شکستان و میخواست بره به طرف بالا، باز منتظر تارگت های بعدی می باشیم. خب ما اینو میبینم اگر احیانا که همین خط سبز رنگ فرض میکنیم خط سبز رنگ این خط شکستاند و میخواد بره بالا، تا کدام قیمت ها رو خواهد رفت و چگونه نقطه تک پروفیت به عرض ایفیتی رو پیدا کنیم. گذشتهش خود دیدیم، یعنی گذشتهش به این شکل است. ما دوست دارم رازی رسم کنم. درست است؟ ببینین یک نقطه ای نیست، ما رنگ زیرا رنگش بانجانی کنم. درست است؟ و همچنان کم ضخامتش هم کمتر بسازم. یک نقطه میتونه برای عرض ایفیتی باشه، قیمت مهم برش 1.932 یک نقطه خروج برای من. بعدی چی است؟ بعدی یک کم که بالاتر دی هولوش میتونه باشه. فکر کنم ای درست است. 2.387 یک نقطه خروج و همچنان یک نقطه خروج دیگر هم میتونیم که از اینجا و همچنان یک نقطه خروج دیگر هم میتونیم که در قیمت ببینیم. خب ما 4 نقطه خروج برای عرض ایفیتی جور کردم. قیمت های تک پروفیت عرض ایفیتی میتونه باشه 1.932 2.387 2.8 و 3.17. این نقاط عبارت از نقاط است که عرض ایفیتی بالایش واکنش نشان داده. گریگکایی است که حمایت و مقاومت در این نقاط داریم و همچنان اعداد و مرقمی که هست اون اعداد دلخواه عرض ایفیتی است یا نهنگ است یا به هر صورت یک نقاط است که واکنش نشان میده عرض ایفیتی در اون نقاط. این از جمله از اون نقاط هست. این 4 نقطه. خب تا قدم اول نقطه اساسی ما عرض سبز رنگ ماست، اما خط مقاومت عمومی ماست. خط مقاومت عمومی رو براتون گفتم عبارت از خطی است که نمیگذاره قیمت دیگه زیام کنه بالا بره و کش میکنه پس روانش کنه به طرف خط سرخ رنگ. و همچنان اگر خط سبز رنگ به طرف ما فرض میکنیم و این به خاطر که بولاران قیمتی داره مال سیزن نزدیک است، ما این فرض میکنم که خط سبز رنگ میشکنه و میره این خط 4 خط بانجونی رو میخواد تچ کنه. ما به این فرض هستم. خب احیانا اگه این خط شکستان رفت و طرف بالا یک نقطه اگر نشکستان میخواست بیا پایین، ما سیگنال فروش ایفیتی رو براتون دی قسمت میگذارم بگم ایفیتی رو بفروشین که امکان داره که قیمت بیاد پایین و دیگه دوباره باز خود خریدیم. اما دیگه نقطه فروش شماست بر عرض ایفیتی. احیانا اگر شکستان و رفت به طرف بالا، اولی نقطه این خط است. این خط از کجا پیدا کردیم؟ از گریگکا. یک جا اینجا گری داره، اینجا گری داره، اینجا گری داره، اینجا گری 1 2 3 4 5 6 7 8 جای گری داریم. یعنی یک نقطه یا یک قیمت واکنش زا از عرض ایفیتی این نقطه. و همچنان قیمت یا نقطه بعدی 2.387 این میتونه باشه وقتی که این خط تچ کرد شکستان رفت و طرف بالا نقطه ازی باشه، اما دزدیر ازی و ازی باشه. ما با 5 مرحله عرض ایفیتی خود فروختم. مرحله اول خط سبز رنگ، احیانا اگر شکستانش رفت و طرف بالا خویی خط خطوط است، اما اگر نشکستان دمی خط سبز رنگ ما پوزیشن خود کلوز میکنم و مفاد خود میگیرم. تقریبا اول فعلا قیمتش 1.5 است، ما 1.2 خریداری کردیم و بس کفایت میکنه برای ما. همچنان اگر شما هم میخواین که خب کانال تعقیب کنید، در صورتی که اگر دیدیم خط سبز رنگ نشکستان خب فروش میتونم براتون سیگنال، اما اگر شکستان
یک هدف، 2، 3، 4 هدف فروش آینده داریم بر ZVT. و این خطوط چه قسم پیدا کردیم؟ از گریگک های سابق، از قیمت های واکنشی بازار. این گریگک ها را به این شکل نقطه نقطه پیدا کردیم. احیانا اگر شما کدام پوزیشن دیگه تانم باز میکنین، برین یک بار گذشته شی ببینین که در گذشته کدام قیمت ها یا کدام نقاط برش نقاط حمایتی و مقاومتی که تشکیل داده شده و همچنان کدام نقطه واکنشی است به اون ارز و اون نقطه را نقطه فروشتان قرار بدین یا اون نقطه را نقطه خریدتان قرار بدین. دیگه به شکل اساسی میتونیم که یک رونده کم برش رسم کنیم. مثلا ما اگر احیانا یک سود قیمتی را داشتیم اینجا این قسمت اینجا و امکان داره پس از اینجا بالا بره و همچنان تو من رنگش زرد رنگ میکنم و ایره احیانا اگه شکستان اگه خط شکستان میره اینجا و همچنان تو این قسمت خط رفت و همچنان خود خط بعدی اینجا خط آمد و همچنان خط بعدی را میتونیم اینجا و خط بعدی را اینجا. هدف تو خط بود. اگه این خط سبز رنگ شکستان دیگه خط رسید یک کمک پایینتر خط رفت دوباره یک زور خود خط زد و این خط شکستان خط اینم قسمی قیمت تیفیتی بالا خط رفت و نقاط تک پروفیت من مشخص شد. چه قسم پیدایش کردیم؟ بسیار به شکل ساده از گریگکا و نقاط یا قیمت هایی که در قبلا ارزی فیتی امرایش واکنش نشان داده بود در اون نقطه پیدا کردیم. خب من نهایت کوشش خود کردم که به ساده ترین الفاظ براتون یاد بدم. اگر ما بخوایم که به شکل مسلکی و اساسی و از لغات مسلکی هم استفاده کنم، اینجا اصطلاحات کریپتو رو استفاده کنم، فکر نکنم هیچ کدامتون یاد بگیرین. به می خاطر کوشش کردم به ساده ترین زبان براتون بفهمونم که نقاط تک پروفیت و استاپ لاس هم تو برعکسش است. میتونیم که قیمت های استاپ لاس خودم هم تو پیدا کنیم. استاپ لاس خود که من میتونم عمومی بگذارم وقتی که خط سرخ رنگ اگه بشکنه بخوای برو پایین، من قبل از استاپ خودم میگذارم که اگر قیمت اگر پایین رفت ما دیگه ضرر نکنم. به می سادگی دانستیم که نقاط حمایت و مقاومتی خود پیدا کنیم و نمیخوایم که ویدیو بیشتر شوه، حجمش بیشتر شوه و امید است که یک چیز شما آموخته باشین. به ساده ترین زبان خواستم که آموزش براتون بگذارم که یک چیز یاد بگیرین و از اصطلاحات و از چیزای کریپتویی استفاده نکردم تا که براتون به شکل ساده و آسان و ذهن نشین شوه. امید است که یک چیز یاد گرفته باشین و مشکلتان در قسمت تک پروفیت و استاپ لاس حل شده باشه. با امید دیدار با تا دیدار بعد هم بدرود.